بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من یاسمینم. این اولین ویدئوی این چنله. اگه بخوام راجع به چنل صحبت کنم، من همیشه دوست داشتم که توی این مسیر 3-4 ساله‌ای که گذروندم و تمام توجهم رو آوردم روی خودم و سعی کردم که تا حدی که میتونم روی خودم کار کنم، روی اهدافم کار کنم، براشون تلاش کنم و تا جایی که میتونم اطلاعات و آگاهی به دست بیارم از روش‌های مختلف و به خودم اضافه کنم اون چیزایی که یاد میگیرم و بیارم توی عمل و توی هر روزم انجامشون بدم. از توی این مسیر خب خیلی درس یاد گرفتم، خیلی درس‌ها رو از تجربیات خودم یاد گرفتم، خیلی وقتا هم از تجربیات بقیه، درسایی که واقعا سنگین بوده و باید بهای زیادی براش میپرداختی تا اونا رو یاد بگیری. خیلی وقتا نیاز نیستش که ما خودمون تجربه کنیم و یه درسی رو بگیریم، چون ممکنه خیلی سنگین برامون تموم شه. به خاطر همین بهتره که بعضی وقتا از تجربیات آدمایی که قبولشون داریم حرفشون رو بشنویم. یه نیازی نباشه که بخوایم اون تجربه رو تکرار کنیم، که بخوایم بعدش آسیب ببینیم و حالا دنبال درمان باشیم و غیره. من توی این 3-4 سال توی حوزه‌های مختلف سعی کردم اطلاعاتم رو ببرم بالا. توی حوزه بیزینس، سرمایه گذاری، روانشناسی، مدیریت و خیلی حوزه‌های دیگه که منو جذب خودش کرد و باعث شد که بیشتر روی خودم تمرکز کنم و اهدافم شفافتر بشه برام و بتونم واقعا براشون قدم بردارم. هدفی که دارم اینه که بیام این چیزایی که یاد گرفتم، چیزایی که برای من کار کرده و چیزایی که برای آدمای دیگه کار میکنه رو بیام اینجا به زبون ساده با شما به اشتراک بذارم. همونطور که گفتم میتونه راجع به بیزینس باشه، میتونه راجع به تکنیکای روانشناسی باشه، قوانین طبیعت باشه و غیره. این مسیر طولانیه، مسیر رشد فردی، مسیریه که تا آخر عمر ادامه داره و من توی این مسیر قرار دارم و سعی میکنم هر روز با انتخابهای درست سعی میکنم که خودمو به اون ورژن مورد نظرم، اون ورژنی که فکر میکنم بهترین ورژن منه، نزدیک کنم. آدم بی‌نقص وجود نداره، اما میتونی خودتو خیلی بهتر چیزی که الان هستی بکنی، از لحاظ جسمی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ ارتباطاتت، حال خوبت و همه اینا دست توه. تو اگه بخوای و قدم برداری و حاضر باشی که فدا کنی یه سری چیزا رو توی این مسیر، مطمئن باش که به همه هدفات میتونی برسی. من رسیدم، به همشون نرسیدم، به یه سریاشون رسیدم و خیلی راه درازی رو در پیش دارم، ولی هر روز دارم برش تلاش میکنم، هر روز دارم صدمو میذارم تا به اون چیزی که توی ذهنمه برسم. پس اگه تو هم به این موضوعات علاقه‌مند، دوست داری که لول اپ کنی و خودتو چندین مرتبه بیاری بالاتر، اهدافی رو برای خودت بذاری که بتونی بهشون برسی، خوشحال میشم که با من همراه شی. چون اگه ما به همدیگه کمک نکنیم، کی میخواد کمک کنه؟ ما باید همدیگه رو بالا بکشیم. و یه جمله خیلی قشنگی هست که من همیشه از مهرسا میشنوم، میگه که برای اینکه موفق بشی باید کمک کنی که بقیه هم موفق بشن. اون چیزایی که یاد میگیرم توی مسیر رو با شما هم به اشتراک بذارم. دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. مراقبت کنید از خودتون. بای بای.